امیدوارم حالت خوب باشه. من رفعت هاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 13 سال در کشورهای عربی. متوجه شدی الان چی گفتم؟ سلام با درود فراوان. چطوری رفیق؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رفعت هاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی. متوجه شدی الان چی گفتم؟ سلام با درود فراوان. چطوری رفیق؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رفعت هاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی. متوجه شدی الان چی گفتم؟ سلام با درود فراوان. چطوری رفیق؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رفعت هاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی با سابقه 10 سال تدریس در تهران دارم با 39 سال در کشورهای عربی. زبان عربی سخت‌ترین زبان در دنیا نیست، بلکه زبان عربی آسان‌ترین زبان در دنیا. زبان عربی وسیع‌ترین زبان در دنیا، قشنگ‌ترین، عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و آسان‌ترین زبان در دنیا. متوجه شدی الان چی گفتم؟ زبان عربی سخت‌ترین زبان در دنیا نیست، بلکه زبان عربی آسان‌ترین زبان در دنیا. زبان عربی وسیع‌ترین زبان در دنیا، قشنگ‌ترین، عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و آسان‌ترین زبان در دنیا. متوجه شدی الان چی گفتم؟ زبان عربی سخت‌ترین زبان در دنیا نیست، بلکه زبان عربی آسان‌ترین زبان در دنیا. زبان عربی وسیع‌ترین زبان در دنیا، قشنگ‌ترین، عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و آسان‌ترین زبان در دنیا. متوجه شدی الان چی گفتم؟ زبان عربی سخت‌ترین زبان در دنیا نیست، بلکه زبان عربی آسان‌ترین زبان در دنیا. زبان عربی وسیع‌ترین زبان در دنیا، قشنگ‌ترین، عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و آسان‌ترین زبان در دنیا. متوجه شدی الان چی گفتم؟ إذا تريد تحكي لهجة عراقية عملك باللهجة العراقية، إذا بدك تحكي بالسوري تكرر بعيونك بدربك بالسوري، وإذا تريد أن تتعلم اللهجة العربية الفصحى لا توجد لدينا اللهجة العربية الفصحى، توجد لدينا لغة عربية فصحى، فأنا أدربك على اللغة العربية الفصحى بأسرع وقت ممكن. متوجه شدی الان چی گفتم؟ إذا تريد تحكي لهجة عراقية علمك باللهجة العراقية، إذا بدك تحكي بالسوري تكرر بعيونك بدربك بالسوري، وإذا تريد أن تتعلم اللهجة العربية الفصحى لا توجد لدينا اللهجة العربية الفصحى، توجد لدينا لغة عربية فصحى، فأنا أدربك على اللغة العربية الفصحى بأسرع وقت ممكن. متوجه شدی الان چی گفتم؟ إذا تريد تحكي لهجة عراقية علمك باللهجة العراقية، إذا بدك تحكي بالسوري تكرم عيونك بدربك بالسوري، وإذا تريد أن تتعلم اللهجة العربية الفصحى لا توجد لدينا اللهجة العربية الفصحى، توجد لدينا لغة عربية فصحى، فأنا أدربك على اللغة العربية الفصحى بأسرع وقت ممكن. بس با من همراه باش، به زودی میبینمت. متوجه شدی الان چی گفتم؟ بس با من همراه باش، به زودی میبینمت. متوجه شدی الان چی گفتم؟ بس با من همراه باش، به زودی میبینمت. متوجه شدی الان چی گفتم؟ پس با من همراه باش، به زودی میبینمت.